دیابت به گروهی از بیماری‌ها گفته می‌شود که با بالا بودن میزان گلوکوز خون که معمولاً به آن قند خون گفته می‌شود، مشخص می‌شوند. مقدار زیاد قند در خون می‌تواند باعث بروز مشکلات جدی و گاهی تهدید کننده زندگی شود. دو نوع مزمن از دیابت وجود دارد: دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2. زنان باردار ممکن است به نوع موقتی این بیماری مبتلا شوند که به آن دیابت بارداری گفته می شود و معمولاً پس از زایمان برطرف می شود. پیش دیابت حالتی است که در آن قند خون از حد طبیعی بالاتر است، اما هنوز به حد دیابت نرسیده است. پیش دیابت ممکن است به دیابت تبدیل شود یا نشود. در هنگام هضم غذا، کربوهیدرات‌ها به گلوکوز تجزیه می‌شوند و این گلوکوز از طریق جریان خون به اندام‌های مختلف بدن منتقل می‌گردد. انسولین هورمونی است که توسط سلول‌های بتای پانکراس تولید می‌شود و برای ورود گلوکوز به سلول‌های هدف ضروری است. در افراد سالم، سلول‌های بتای پانکراس انسولین ترشح می‌کنند. انسولین به گیرنده‌های خود در سلول‌های هدف متصل می‌شود و باعث ورود گلوکوز به داخل سلول‌ها می‌گردد. در دیابت نوع 1 سلول‌های بتای پانکراس به اشتباه توسط سیستم ایمنی بدن تخریب می‌شوند. دلیل دقیق این پدیده مشخص نیست، اما عوامل ژنتیکی نقش مهمی دارند. در نتیجه تولید انسولین کاهش می‌یابد، انسولین کمتری به گیرنده‌ها متصل می‌شود و گلوکوز کمتری وارد سلول‌ها می‌گردد. در نتیجه مقدار بیشتری از گلوکوز در خون باقی می‌ماند. دیابت نوع 1 معمولاً در سنین کائین و به طور ناگهانی آغاز می‌شود، اغلب پیش از 20 سالگی. درمان اصلی آن تزریق انسولین است و بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 وابسته به انسولین هستند. در دیابت نوع 2 پانکراس انسولین کافی تولید می‌کند، اما مشکلی در اتصال انسولین به گیرنده‌ها یا در انتقال پیام انسولین در داخل سلول‌ها وجود دارد. سلول‌ها به انسولین پاسخ نمی‌دهند و بنابراین نمی‌توانند گلوکوز را وارد کنند. در نتیجه گلوکوز در خون باقی می‌ماند. به عبارت دیگر، بیماران دیابت نوع 2 دچار مقاومت به انسولین هستند. در این نوع نیز عوامل ژنتیکی در بروز بیماری نقش دارند، اما سبک زندگی نقش بسیار مهمتر ایفا می‌کند. در افراد مبتلا به نوع 2 معمولاً چاقی، کم تحرکی و رژیم غذایی ناسالم دیده می‌شود. دیابت نوع دوم معمولاً در بزرگسالی بروز می‌کند. علائم آن تدریجی ظاهر می‌شوند و معمولاً پس از 30 سالگی آغاز می‌گردند. حدود 80 تا 90% از کل موارد دیابت را نوع دوم تشکیل می‌دهد. درمان این نوع دیابت بر کاهش وزن و رعایت رژیم غذایی کم کربوهیدرات متمرکز است.